وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری یگان حالت گرفتاری ساکنان به بیماری کرونا ویروس ثبت نشده است. بنا به این منبع حالا در تاجیکستان همگی 355 نفر با نشانه‌های سبک بیماری کرونا ویروس در خانه تبابت میگیرند، ولی در بیمارخانه ها یگان بیماری کرونا ویروس باقی نمانده است. بر اساس آمار رسمی وزارت تندرستی تا شام 31 دکتر در تاجیکستان 13296 حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده. از این شمار 90 نفر جان باخته، 12851 نفر یعنی 96.6% از جمع بیماران شفا یافتند. منتقدان به آمار رسمی وزارت تندرستی دایر به کرونا ویروس از آغاز با نظر شبهه نگاه میکردند و میگفتند که شماره واقعی گرفتاران و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از رقم‌هایی است که وزارت تصدیق میکند. اما طبیبان و ساکنان نیز میگویند که در هفته‌های اخیر دامنه پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان نسبتاً کاهش یافته است. کم شدن خبر مرگ مردم از این بیماری در شبکه‌های اجتماعی نیز از چنین تمایل مثبت درک می‌دهد، ولی بسیاری‌ها ایده‌ها درباره قریب به نیستی رسیدن کرونا ویروس در تاجیکستان را کمی پیش از وقت می‌شمارند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز روز 31 دکتر در پیام شادباشی‌اش به مناسبت سال نو اظهار داشت که کرونا ویروس در تاجیکستان قریب به نیستی رسیده است، ولی او هشدار داد که مردم نباید بی‌پروا و فارغ‌بال شوند. گرچند بیماری سرایتی کرونا ویروس در کشور ما قریب به نیستی رسیده ایستاده است، ما باید من بعد نیز هوشیار باشیم و به بی‌پروایی و فارغ‌بالی راه ندهیم. مصلحت و توصیه‌های طبیبان و متخصصان و قاعده‌های بهداشتی شخصی و جمعیتی را به طور قطعی رعایت نماییم، چون که گرفتار شوی آدمان به این بیماری در بعضی ممالک دنیا از نو اوج گرفته ایستاده است.